جزء سوم رسیدیم ما و شما. بسم الله الرحمن الرحیم. جزء سوم است. سوره بقره ادامه داره. به ادامه آیات سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سوره بقره آیت 253. در سوره بقره موضوع اساسی که در اینجا بود در این سپاره هم ادامه داره که اما موضوع منهج تشریعی خلافت اسلامی هست. جزء سوم قرآن عظیم شان ادامه سوره بقره هست و در این جزء باقی مانده منهج تشریعی اسلامی که با دیگه در مقابل دیگه نظام‌های کفری که هست نظام تشریعی اسلامی اینجا بیان میشه و احکام الهی دی بیان شده هست و این منهجی هست که مسلمان‌ها را در حکومت و نظام اسلامی که به نام خلافت اسلامی هست دی تطبیق میکنن. احکام تشریعی اعتقادی باقی مانده احکام تشریعی اعتقادی در این آیات که در جزء سوم شروع میشه در اینجا بیان میشه که نظام اعتقادی اسلام بیان میکنم. اول از مسائل اعتقادی که در اینجا بیان میشه فضیلت پیغمبرا هست و حکم استمرار قتال و تشریع جهاد است. الله متعال میگه که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. این پیغمبرا کسانی بودند که ما فضیلت دادیم بعضی از اینا را بالای بعضی دیگر، یعنی پیغمبرا هم هر کدام فضیلت خاص خود داشتن. منهم من کلم الله. بعضی از این پیغمبران مثل موسی علیه السلام الله امر سخن گفته. و رفع بعضهم درجات. و به بعضی پیغمبرای دیگه درجه های بلند دیگه داده، درجه از اونا را بلند کرده. و آتینا و الله متعال میگه ما با قدرت و عظمت خود دادیم برای عیسی علیه السلام که او عیسی ابن مریم پسر مریم است، نه پسر الله، که یعنی رد است به عقیده کفری نصرانی ها. الله متعال میگه که ما با قدرت و عظمت خود دادیم برای عیسی پسر مریم البینات معجزه های بسیار معلوم دار. و ایدناه بروح القدس. و ما او را تایید کردیم با قدرت و عظمت خود به روح القدس با جبریل امین، یعنی ای پیغمبر بود و جبریل امین پیشش می آمد و برش وحی می آورد و ای پسر مریم بود و ولادت از این معجزه بود، بدون پدر تولد شده بود. اما ای به این معنی نیست که العیاذ بالله پدر از اینا که کسایی که مشرک شدن کافر شدن اینا باز میگفتن که پدر از العیاذ بالله الله است. الله متعال این رد کرد، گفت که این پسر مریم است، این بنده هست، پسر یک بنده و یک مخلوق هست. ولیکن پیغمبر است، برش به حکم الله معجزه ها داده شده و به تاییدش توسط جبریل امین شده. جبریل امین پیش از این میامد به روح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذین من قبلهم. اگر الله میخواست باز قتال و جنگ نمیکردن کسایی که بعد از اینا بود، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه برشان دلایل روشن و معجزات داده شد. ولکن اختلفوا، لکن اینا اختلاف کردن. فمنهم من آمن، بعضی از این کسایی که برشان احکام الله بیان شد اینا ایمان آوردن. و منهم من کفر، و بعضی از اینا کافر شد. ولو شاء الله ما اقتتلوا. اگر الله میخواست اینا قتال و جنگ نمیکردن.
ولکن الله یفعل انجام میده ما یرید آنچه که خواسته باشه. الله متعال حکمتش همی هست که انسانها را امتحان میکنه و نظام سیاسی و نظام خلافت اسلامی و نظام جهاد اسلامی اینا کلش امتحانات الله هست. دومین موضوع اعتقادی که اینجا ذکر میشه مسئله اثبات قیامت و ظلم کافرها هست. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که شما ایمان دارین، انفقوا مما رزقناکم، شما نفقه بکنین از آنچه که بر شما رزق دادیم، من قبل ان یأتی یوم، پیش از اینکه تو روزی بیایی که لا بیع فیه، که در او خرید و فروش هم نیست، ولا خلت و دوستی هم نیست، یعنی ولا شفاعت، و برای کسایی که بیدین و کافر هستن شفاعت هم نیست، والکافرون هم الظالمون، اصل ظالم ها که هستن کافرها هستن. سوم در نظام اعتقادی اسلام معرفی معبود حقیقی و بیان 10 صفاتی که کمال الله سبحانه و تعالی را نشان میده و قدرتش نشان میده. این 10 صفت الله و در سوره در آیت الکرسی بیان میشه. این آیت الکرسی هست الله لا اله الا هو. اول الله معرفی میشه، الله لا اله نیست، هیچ معبود به حق که مستحق عبادت باشه. کل از اینا را باید نفی کنی که نیست معبود به حق که مستحق عبادت باشه و نیست قانون سازی که مستحق قانون سازی باشه و مستحق ازی باشه که بر ما قانون بسازه بغیر از که الا الله، بغیر از الله، الله الا هو، بغیر از هو الله معرفی میشه. الله لا اله الا هو، این صفت اول الله هست که او معبود حقیقی و تعیین کننده احکام تشریعی و تقنینی حقیقی هست. این الله را معرفی میکنه. دومی صفت الله سبحانه و تعالی چی است؟ الحی، هو الحی، یعنی ذاتی که زنده حقیقی هست. این صفت دیگه الله سبحانه و تعالی هست که ما که هستیم زنده مجازی هستیم، یعنی زنده موقتی هستیم، نبودیم باز زنده شدیم، باز میموریم باز زنده میشیم، لکن ذات به عظمت الله زنده حقیقی هست که او الحی است. چی است؟ ذات هست که زنده حقیقی هست که همیشه و دائمی هست و زندگی از او، حیات از او صفت حقیقی و صفت کامل از او هست. زندگی ما که است، صفت حیات ما صفت نقصان است. ما بنده هستیم، عاجز هستیم، ناقص است. مرگ یک دفعه میاد، من نمیفهم تا صبح زنده هستیم یا نیستم. میشه که در نیم شب یا در خفتن یا در شام یا در افطاری یک لقمه نان در گلوت بند میشه، خلاص مفتی اعلان میشه که نسبت وفات استاد عبدالظاهر دایی که جنازه ساعت چند بجه، این صبح خبر شده که این استاد دایی مرد. این حال ما هستیم. چرا میمریم؟ به خاطر از اینکه ما بنده عاجز هستیم. حیات ما حیات چی هسته؟ ناکامل و ناقص است. چند وقت نبودیم، باز زنده شدیم، باز میمریم، باز نمیشیم. الحی و صفت الحی، حیات حقیقی و کامل از الله سبحانه و تعالی هست. القیوم، ذاتی که این قیومیتش یعنی سیطره و قدرتش بالای تمام مخلوقات هست. این صفت سوم الله شد. لا تأخذه سنة ولا نوم، الله را لا تأخذه سنة ولا نوم، این صفت چهارمی الله هست که این صفت سلبی میگه که از الله این نفی شده، یعنی الله سبحانه و تعالی را نه مقدمات خواب میگیره و نه هم خواب. پنجمی صفت الله له ما فی السماوات و ما فی الارض، به الله متعال حاکم، یعنی بر ازو هست تصرف در آسمان ها، مالکیت و تصرف در آسمان ها و آنچه که در زمین است. تمام آنچه که در آسمان ها و زمین است مالک متصرف ازی الله هست. ششمیش صفت چی است که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، مالک حقیقی شفاعت الله هست و کسی نمیتونه پیش الله شفاعت بکنه مگر به اجازهش. برای هر کس که الله اختیار داد باز او شفاعت کرده میتونه، در غیر از او مالک شفاعت الله هست. خب ششمی صفت الله چی است؟ یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم،
الله این صفت الله به شکل فعل گفته شده است. مثلا صفات الله گاهی به شکل یک نام مثل الحی القیوم، گاهی صفت سلبی الله به شکل جمله فعلیه مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، و گاهی به شکل جمله اسمیه مثل له ما فی السماوات و ما فی الارض، و گاهی هم به شکل چی صفت الله سبحانه و تعالی به شکل جمله فعلیه که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. الله ذاتی هست که آنچه که اینا پیش روی خود انجام میتن در آینده و آنچه که ما خلفهم در گذشته انجام دادن تمام از این الله میفهمه. و صفت هفتمی الله که لا یحیطون ولا یحیطون بشیء من علمه، که هیچ کسی به علم از او احاطه کردن نمیتونه، نه ملائکه میتونه، نه پیغمبر میتونه، نه انسان میتونه. الله عالم هست که از تمام علمش بسیار وسیع و کامل و شامل هست، کسی نمیتونه که این احاطه به علم الله بکنه. صرف ما اما قدر میفهمیم، مثل که ملائکه گفت که ربنا ما لا علم لنا الا ما علمتنا، ما همه علم داریم که ما بر ما هم تعلیم دادی، اضافه از ما نمیفهمیم و ما بسیار از او هم قدر کمتر و ضعیفتر. چیزی که الله بر ما نشان داده در قرآن و در سنت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی آمده و بر ما و شما، اما کسی علم الله را احاطه کردن نمیتونه. این صفت هفتمی الله هست. الا بما شاء، مگر آن چیزی که الله خواسته باشه، یعنی از طریق وحی. یکی علم غیب است، یکی اخبار از غیب است. باید این را انسان فرق بکنه. علم غیبی است که عالم غیب الله هست. اخبار از غیب چی هست؟ که الله متعال از غیب خود بعضی چیزها را به جبریل امین وحی میکنه که تو ایره به رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی بکو. پس کتاب الله برای ما چی شد؟ این وحی شد. الا بما شاء، چیزی که الله خواست او را بر ما وحی کرد که ما در مورد صفات الله، در مورد ذات الله، در مورد قیامت، در مورد جنت، دوزخ، حساب، میزان، کتاب، چیزهایی که برای ما الا بما شاء در داخل میشه. اینال صفتش میشه که وسع کرسیه السماوات و الارض، میگه کرسی الله سبحانه و تعالی آن قدر بزرگ است که وسعتش از آسمان ها و زمین کل زیاد کده این وسیع هست. یکی از علما کلمه کرسی را میگن در زبان عربی، میگه کرسی چی هست؟ میگه کرسی همون چاپی هست که مثلا ما و شما اگر کرسی استعمال میکنیم در زبان عربی، مثلا در میز دمو پایان یک جایی که قدم ما و شما هست که مثلا در سر پای خدا در میز میمانیم، اونجا پای خدا میمانیم، چی کنیم؟ این دیگه که کرسی میگن، اون چاپک قدمه. اینال کرسیه که مربوط غیب الله میشه و ما کیفیت از اون رو نمیفهمیم. اینال او میگه آن قدر وسیع است که الله متعال میگه که از آسمان ها و زمین کرده هم وسیع هست. ای صفت هشتمی ولا یعوده حفظهما، نهمی صفت الله سبحانه و تعالی که چی صفت داره؟ که اینمی حفظ آسمان ها و زمین الله را خسته نمیکنه، یعنی بالای الله سخت و گران تمام نمیشه حفظ آسمان ها و زمین. و آخری صفت، دهمی صفت الله چی است؟ که او ذات بسیار عالی مقام است، عالی هست، علو ذات و علو صفات، یعنی عالی هست در ذاتش که الله فی السما در آسمان بالا هست. و از این خاطر وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک خانمه، یک کنیزک بود و یک کسی میخواست آزاد بکنه، از پیش از او پرسان کرد، پرسانش کرد که این مؤمنه هست، پرسانش کرد که این الله، الله در کجا هست؟ او رسول الله صلی الله علیه و سلم از پیشش پرسان کرد و این خانم گفت که فی السما، الله فی السما. گفت اینال ایره آزاد بکنین به خاطر اینکه این مؤمن است. چرا؟ این عقیده علو و بلندی الله هست که الله متعال الرحمن علی العرش استوى، لکن نباید علو و بلندی الله را و استوای الله را ایره انسان نباید با مخلوقات تشبیه بکنه. اگر کسی با مخلوق تشبیه میکنه در حقیقت این شرک در چی آورد؟ شرک در صفات آورد. ما میگیم که الله متعال صفاتی داره که به ذات و جلال و عظمت شایسته هست و مربوط غیب است و ما کیفیت از این صفات نمیفهمیم. و این ذاتی که عالی مقام است و علو ذات داره و علو صفات داره، این حال ایچ است ذات بسیار با عظمت است و هو العلی العظیم. خب
بعد از اینکه ما شما سومی موضوع اعتقادی بود که بیان شد. چهارمی موضوع اعتقادی که بسیار مهم است، عدم اکراه در پذیرش عقیده توحیدی. عدم اکراه در پذیرش عقیده توحیدی. و شرط ایمان چی هست؟ اول کفر به طاغوت است و بعد از اون ایمان آوردن است. در این آیت قرآن الله متعال اول این موضوع اعتقادی رو بیان میکنه که لا اکراه فی الدین، در دین کسی به زور در دین داخل نمیشه. حتی در عصر رسالت مثلا اگر کسی ایمان می آورد به اختیار خود ایمان از او را قبول میکردن، و اگر کسی مثلا بسیار مجاهدین و مسلمان ها و مناطق مختلف در سوریه و شام اینجا رفتن، لکن کسی که از نصرانی ها مسلمان شدن کلمه خواندن قبول کردن، و کسایی که اموج زیر بیرق اسلام زندگی میکردن لکن یهود بودن، نصارا بودن، و بالای جناح هیچ کس اکراه نمیکرد که شما به زور اینا را در اسلام داخل بکنه. به نظر به آیت قرآن که کسی به زور در اسلام داخل نمیشه، اما کسی که به اختیار خود در اسلام داخل میشه باز بالای زور احکام الله، حدود الله، نظام الله سر از او تطبیق میشه. قد تبین الرشد من الغی، میگه راه رشد معلوم و فهم و درست از راه غلط. میگه ای چی شده؟ از این میگه معلوم شده، یعنی کمال و هدایت از گمراهی و بیراهی مشخص شده. حالی که قرآن نازل شد معلوم است که هدایت در کجا هست و گمراهی در کجا هست، این کلش مشخص و معلوم شده. اینال الله متعال میگه فمن یکفر بالطاغوت، پس کسی که کافر شد به طاغوت. بعضی دوستان میگه شما طاغوت زیاد نگوین، ما طاغوت به خاطر ازی میگیم. یک وقت من در زندان بودم، یک سارنوال مرا گفت که استاد شما چرا در سایتان طاغوت میگین؟ من گفتم چرا قار شما میه؟ شما طاغوت هستین؟ اگر طاغوت هستین قارتان میه، معلوم میشه که طاغوت هستین. اگر نیستین، من خود طاغوتی خود یک اصطلاح قرآنی هست، من مجبور هستم که اصطلاحات قرآنی رو برای مردم تشریح بکنم، و یک موضوع اعتقادی هست، مجبور هستیم باید بگویم. منال دوستایی که در این قسمت مثلا میگه که شما طاغوت تشریح نکنین یا درباره طاغوت سخن نگوین، خب این خب مجبوریت ما را به خاطر ازی که اگر نگوییم باز در جمله امو کسایی که کتمان میکنن ان الذين يكتمون ما انزلنا من الكتاب والبينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. ببینید انسان لعنت میشه وقتی که آنچه که در قرآن هست، آنچه که در سنت هست ایره نگویه. مجبور هستیم میگیم ولو که سر ما هم قطع شود و یا به خون ما هم تمام شود، مجبور هستیم میگیم تا ای که در روز قیامت در مقابل الله متعال شرمنده و سر ما پایان نباشه، به خاطر از اینکه بگه که این کتمان کسایی که کتمان حق میکردن برای این اصف مسلمان ها. خب حالا به خاطر که این واقعیت بیان شود، الله متعال میگه فمن یکفر بالطاغوت. الله میگه پس کسی که کافر شد به طاغوت، باید اول وقتی که تو میخوای مسلمان شوی به طاغوت کافر شوی. امروز هم یک دوست در مسئله امی طاغوت امرای ما بحث میکرد، میگه فهمی طاغوت چه قسم است؟ مثلا یک جای گفت یک کسی است مثلا رهبر است یا پادشاه است یا رئیس جمهور است یا کلان است، خود طاغوت است، قانون ضد شریعت الله میاره و نظام ضد شریعت الله میاره، این خود طاغوت است. این علمایی که از این دفاع میکنن وارد چطور کنیم، اونا چی میشن؟ من گفتم برادر عزیز، شما در قسمت علما، در قسمت رهبریت، تعریف علامه ابن قیم جوزی رحمه الله را در مورد طاغوت بفهمین، مشکلتان حل میشه. باز از کل گپا میفهمین. چه قسم میفهمین؟ مثلا علامه ابن قیم جوزی میگه که طاغوت 3 قسم است، 3 قسم، من معبود او مطبوع او مطاع. میگه 3 قسم است. یکی طاغوت معبود هست، باید به کافر شوی، اما یکفر الله میگه کافر شوی. علامه ابن قیم جوزی میگه که اول باید به طاغوت معبود چی شوی؟ کافر شوی. دوم طاغوت مطاع هست، به این طاغوت کافر شوی. سوم طاغوت مطبوع هست، به این کافر شوی. خب این علامه صاحب ابن قیم جوزی، من خو یک آدم ضعیف هستم و استعداد علمی یا توانایی و دانش علمی من ضعیف است، امیر کمک تفسیر بکنین. باز علما این معنایش تفسیر کردن که طاغوت
که ما به او کافر میشیم طاغوت مطاع کدام یکی است؟ طاغوت مطاع که میم توی الف عین است. این در کتاب ها هست، شما ببینین در کتاب ها و کتاب علامه ابن قیم جوزی را ببینین معرفی میکنن. طاغوت مطاع کی است؟ طاغوت مطاع طاغوتی هست یعنی انسانی هست که قانون میسازه ضد شریعت الله یا قانونی را میاره تطبیق میکنه که ضد شریعت الله هست. مثلا قانونساز هم مطاع گفته میشه و کسی که این قانون ضد شریعت الله را سر دیگرها به زور تطبیق میکنه. پس فرعون یک طاغوت بود، لنین یک طاغوت بود، هامان یک طاغوت بود، مارکس یک طاغوت بود. اینمی طواغیت هستن. اینمی حکومت هایی که اگر امریکا هست یا فرانسه هست یا ایتالیا هست یا جرمنی هست یا حکومت های دیگی که در جهان هستند، اینا وقتی که رهبر از این قانون میسازه توسط پارلمان، توسط لوی جرگه، توسط مجلس نمایندگان، توسط کانگرس، هر نامی که است، وقتی که این قانون میسازه و این قانون ضد شریعت الله هست، این را برای بنده های الله تطبیق میکنه، این را طاغوت مطاع میگه که اطاعت میشه. باید به اینا کافر شوی و حکم از اینا را قبول نکنی. این فمن یکفر بالطاغوت ای بالطاغوت المطاع. خب دیگه اما قبض میکنه میگه نه، قسم دوم طاغوت که است او طاغوت مطبوع هست. طاغوت مطبوع کدام هستن؟ طاغوت مطبوع اونا علما، احبار، رهبان، علمای درباری، مفتی ها، مفتی صاحبایی که اینا چی میکنن؟ به نفع طاغوت مطاع فتوا میتن. او قوانین کفری را میاره تطبیق میکنه، باز مفتی و مولوی ها را شانده. او مثلا میخیزه میگه که او مردم امی دین که هست به چادر نیست، امی دین که هست به حجاب نیست، امی دین که هست به ریش نیست، امی دین به قلب است. این یک طاغوت است. چرا؟ دین برادر عزیز، خواهر محترم، این از شعائر الله هست. ستر و حجاب در آیات قرآن ثابت است و کسی که انکار میکنه کافر میشه. وقتی که ریش که از رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته ریشتان بانین و الله میگه و اطیع الله و اطیع الرسول، این ریش که از علامت از مسلمان هست، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و حکم از این واجب هست که باید انسان ریش بانه، حتی یک قبضه بانه. این مثلا یک طاغوت میخیزه و میگه که ریش و حجاب ای در دین نیستن و در قلبت. باز چی میگه؟ در قلبت الله و رسولش پرستش کنی. پرستش خب باز رسول پرستش نمیشه، دیگه کفر. رسول صلی الله علیه و سلم پرستش نمیشه و خودش مخلوق است، اطاعت میشه. عبادت خو از الله میشه و صحیح است، عبادت قلبی هم میشه. باز عبادت بر از او بفرمایید که طاغوت جان عبادت تنها قلبی نیست، عبادت قلبی هم است، عبادت زبانی هم است، در زبانت باید بگی که اشهد ان لا اله الا الله. عبادت بدنی هست که نماز میخوانی و بدن است. این نیست که تنها تو به قلبت کار میکنی. و باز اینا طواغیت مطبوع کدام یکی است؟ همون کسایی که در مجلس از جمع شدن و اینا باز بر از چی میگن؟ برش میگن که گپ تو بسیار خوب درست است، گپ تو صحیح هست، آنچه که تو گفتی بر از فتوا میتن. پس اینی مفتی ها و اینی احبار و اینی رهبان و اینی علمایی که بر طاغوت مطاع چی میتن، فتوا میتن، یارا طاغوت مطبوع میگن که به اینا هم باید انسان کافر شود. فمن یکفر بالطاغوت. و قسم زیون کسایی هستن که مثلا در چوکی ها میشینن، پیرا هستن، اینا هستن و مردم بر از این رکوع میکنن و سجده میکنن، این هم طاغوت گفته میشه. پس فمن یکفر، الله متعال میگه پس کسی که میگه کافر شد به طاغوت، به عرصه قسم طاغوت مطبوع، مطاع و معبود، و یؤمن بالله، بعد از او ایمانش قبول میشه. چرا؟ اول لا اله میگی، نفی میکنی طواغیت و معبودان باطله، باز میگی چی میگی؟ الا الله میگی. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، اول لا اله گفت، باز الا الله گفت. فقد استمسک بالعروة الوثقی. حقیقتا ای بر اسمان محکم الهی که قرآن عظیم شان است به این تمسک ورزیده هست. لنفصام لها، لنفصام لها، که این رسمان محکم الهی، شریعت الهی، این قابل جدایی و تجزیه نیست، جدا نمیشه. والله سمیع علیم، الله متعال سمیع هست، میشنوه هانچی که شما میکنین و علیم است به هان چیزی که شما انجام میتین. انشاءالله باقی درس و انشاءالله که زندگی بودتون به فردا بخیر انشاءالله میخوانیم. الله متعال
تمام عبادات ما را قبول بکنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اجعلنا من المجاهدين واجعلنا من الشهداء في سبيلك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.